میرویم زودتر باشید بفرمان نجاتت فؤاد من اکنون برای کن چی میگویم رشید خیلی انتظار شدم خودم آمدم با من یگون چیز نمیگوی رشید من کمی فکر کردم روی سوختت دایم پیشی نظرم چون هم ویسیم شده ای که تو را تماما دیدن نمیخواهم مرا ببخش با این احوال با تو خاندار نمیشوم تو چی گفتی رشید؟ نفهمیدی؟ باز چی طور فهمونم؟ تو بزیبی و تو خاندار نمیشوم مرا ببخش نوکه ببخش آلدو باوری داره که روحامون درست بله آقای دکتر این جایهای بجوربازی من است چی شد یولماز؟ ماشین آنجا نشین کردیم یولماز زخمی شد تو چی کار کردی یولماز؟ آنها را نجات دادن نتوانستم در دست سینان ماندن سخت بندید که نکنید زد خوب شده زودتر بندید سخت بندید سختتر بندید زودتر بندید زودتر از نزدی در یک قدم دور نمیروید وگرنه هر دویتان را پوست میکنم دانسته باشید شده کنم براید زود باشید در را پوشید با تو یک خبری ناخوش دارم مژده اپد خطیچه مرد من همان یولمز دوست داشته اپد را به قتل رساندم دروغ نگوی سینا خطیچه را به جاوید سپرده بودم آنها از ما پیشتر می رفتند در راه به دام یولمزی خائن افتادند و یولمز خطیچه را پرانده است دروغ میگویی دروغ از کی بودن این را میدانی مژده از ابا خطیچه حیف شد همیشه در یادمش میدم قاتل ابا را تو کشتی ابا را قاتل زیر نشو دیلو خواطر نشو یولماز پر خوبت از شفا مییابد یولماز را در این حال دیده خودم را داشتن نتوانستم با بیرون برآمده کمی هوای تازه گیر برو احوال یولماز چه خیلی است صحت نشود خواهی سیدو خدا را شکر دلا فؤاد هم در بیرون انتظار است دخترم به همش فؤاد گناهکار است او را گناهکار نکن دلا من از او کمک خواستم بیچاره نیتی بد ندارد جانش را زیر خطر گذاشت خیز دخترم رفته از احوال یولماز او را خبردار کن آرام شود رو گریه نکن احوالتان خوب است تشکر خوبیم سردار
به همه‌تون تشکر زیاد. سلامت باش پسرم. خدا از شما راضی باشد آقای فؤاد. بعدها برگردید. خوب شده است. رفتیم برادران. احوال یولماز چخیل است خانم دیلو؟ احوالش خوب است. خدا را شکر. با فکرم در این حادثه مرا گناهکار می‌سازد. قهرمانی نشان دادن شرط نبود. اگر نخست یولماز هلاک میشد چی؟ ببخشید. تنها میخواستم در کجا میگردی؟ در بیرون بودم پدر. چی کار میکنی؟ در خانه مهمان است. از خانه نبرا. شما با کجا پدر؟ کارت چی ها؟ کارت چی؟ تو کاری خودت رو کن. اما که مسلم یکون چیز لازم است؟ با فؤاد گوی داروهایم را بیارد. آقای فؤاد برگشتن؟ بله در درون است. چی می نویسد؟ چی شد قزبان؟ وای اما که مسلم داروهایشان را خواستند. داروها در جوانم؟ خودتون برده دهید. شاید به شما یکان گرد دارند. آمدم لازم شود جانم رو به جای آب میارم. با من بازی نکنید آقای رافع. پولم رو دهید میروم. گوش کن نیاد، کمی صبر کن. پولت رو میدیم یا اینکه شما مرا فریب دادنی ها؟ همین خیلی آقای رافع. نه به خدا جمع میکنم. نخست پیدا شدی جمع کردن نتوانستم. من نمیدونم آقای رافع. یا پولم رو میده یا من از امید رفته حقیقت رو یک به یک نقل میکنم. ایگاهی آقای رافع. پولم رو آورده میده. من اکنون چیکار کنم؟ از کجا یابم؟ یگان قرضدار هم نیست که رفته طلب کنم. خونبهایی نداده زلال هست. خواهرانت را از دست آن خواهیم خلاص کرده نتوانستم. برفین و خدیجه را خواهرانم گفته نتوانستم. آنها را باری هم با آغوش نگرفتم. زیق نشو پسرم. با خواست خدا آنها را نجات میدهیم. زلال و بیرون برا زلال. بخیر است آقای رافع؟ چی میخواهید؟ بخیر نیست خانم، بخیر نیست. در حال پول خونبها را یافته بیا. شما چه ها میگوید؟ دیوانه شدید مگر؟ پول خونبها را میخواهم. آقای رافع چی کار میکنید؟ ای سرده، پول خونبها را میخواهم. این زن باید خونبها را دهد. کدام خونبها را میگویید؟ خونبها تمام شد. دادرتون حامید همین دور. و من فرق ندارد. یا خونبها را میدهی یا خانه‌ات را میگیرم. آقای رافع دیگر از خالای زلال حقوق پول گرفتن نداره. تو کی را طرفداری میکنی داماد؟ من طرفدار حقیقت منم. زلال خانه‌ات را میفروشی، چی کار میکنی نمیکنی تا بگاه پول را یافته میاری. دانستمان این آدم دیوانه شده است. خودش دیگر خونبها نمیگیرم گفته بود. باید این کار با آخر رسد. و این زوراوری دیگر طاقت کردن نمیتوانم. باید حقیقت رو فهمم. تو چی کار کردم میخوایی پسرم؟ ایگزار کی بودنی منو دانم. فراد بودنم رو فهمم. نه اصلا با آنها نگوی. تو رو میکشم.
من باید روم مادر جان. بیشتر رو چیکار میکنی یولماز؟ باید روم دیلا برای نجاتی برفین و خدیجه. با این احوال به هیچ کجا نمیروی یولماز. رفتن لازم دیلا. مایلش رف، لیکن اول اجازه ده که به تو دارو گذرونم، به تو قوت میدم. مایلش لیکن زودتر فقط. مایلش با اونجا گذر. سوزن میشکند یولماز. با من چی شده؟ به تو داروی آروم کننده گذراندم یولماز. حالا کمی خوب میکنی. باید پیش از تاریک شدن هوا به نزد سینان روم، اگر نه هر دوشان را هم میکشند. اپا جون، اپا جون، کدام ظالم تو رو کشت؟ شیطان باید عذاب کشد. زود باشید میرویم. خوب شد استراحت زود باشید آماده شوید. این بارها رو به کجا میبرید؟ چه خبر؟ همش خوب. یعنی خیزت جایت خیز میرویم. خواهرم در کجا؟ او را دیدم. آن خواهری خواهینی به نام دوست را چیکار میکنی ها؟ کنی گذر زودتر گذر. با من گوش کن جاوید، او را گرفته به قرارگاهی دیگرمون میبری. تو مرا فهمیدی؟ بچه‌اش سینا مرا کجا جایم سرده مرا سرده. با من گوش کن، در آنجا با تو مشق میآموزانم. مثل خواهرت خواهی نه و بلکه جنگاوری حقیقی میشوی. سرده مرا سرده گفتم گیر او را میبر. او کار گرفته بار. گوش کن خواهرت را از یادت برار. بغیر ما دیگر کسی به تو لازم نمیشود. فهمیدی؟ روکنون زودتر زفت شو. طاهر خوش آمدی. آقای حامد در همین جای زینب در حجرهشون. چه واقعه؟ هیچ گپ نه، با آن کس گپی مهم دارم. با من چی؟ وقتی با من 2 دقیقه هم گپ زدن رو نداری. وقتی آخر با من خودمون نظرانه رفتار میکنی. حس میکنم که گویا من رو از فکر و خیالت هم دور کرده ای. ببخش زینب، تو حق هستی. امروز کم به نظر میآید. کمی مشکلی برآمده است. پس از حل کردن آنها خوش آمدید پسرم. خوش آمدید. مرحمت پسرم. چیزی است؟ با شما در 2 خصوص صحبت کردن میخوام. یکم این که میخوام خاله زیلال را به حالش گذارید. ما با زیلال چی کردیم؟ آقای رافی از خاله زیلال پول خونبها را میخواهد. پدر باز مسئله خونبها. اکرم کریم پول را طلب کرده است. کمی بیشتر. این آدم مرا دیوانه میکند. به خدا که دیوانه میشوم. دوم این که
نمیدونم برای گفتم وقتی مساعد است یا نه، اما شما باید دانید که اکا شما از زیلال پول خونبها را طلب کردید؟ طلب کردم. اکا چرا این کارا کردید؟ ما چی مصلحت کرده بودیم اکا؟ پول خونبها را نمیستانیم، دوای خونی دوام مییابد. وقتی که زنده بودنی برات را فهمیدیم این طور نگفتم بودیم مگر برای کشتنی برات قسم نخورده بودیم اکا؟ خودتو چیکار کردی؟ مگر برات رو یافتی؟ بخوده گم نزن، رو از پیشم. پسرم از زیلال خونبها گرفتن نمیشود. کوزه خالی صدایش بلند. طاهر با من چیزی گفتنی بودی؟ چیزی مهم نیست زینب، بعد گرم میزنیم. چیکار کردی پسرم؟ گفتن نتوانستم برشم. من خواهد گوی دیوار موش دارد گفتن. رفتیم از اینجا، رفتیم. خمیده؟ با کجا میروید؟ کمی سیر و گشت میکنم قیزبو. مکتوب رو دادن میخواست نتوانست. وقتی که امکش در اینجاست نمیتواند، آخر های میشود. آقای فواد چی شد قیزبو؟ با من یگون چیز کجا نمیخواهید؟ نه قیزبو. شاید یگون چیز دادن میخواهید؟ نه نباشد آن مکتوب برای کی بود؟ ببخشید خانم دیلا. لبای آقای فؤاد یولماس چه حال دارد؟ خوب است، خوبش بود. یک دقیقه بیرون میبرایید؟ گوش میکنم آقای فؤاد. من اصلا گپ زدن میتوانم، اما با شما نمیتوانم. برای همین مکتوب نوشتم. فکر کردم که اگر این رو خوانید شما ما رو میفهمید. مکتوب رو برای دیلا نوشته است. بیاق در چی گپ است؟ در اینجا مجلسی تشکیلات است قیزبان. خوش آمدید. خوش آمدید. من گذارم. همین قدر جمع شده؟ یگان نفری دیگر نمی آید؟ مرا خوب گوش کنید خواهرانم. از این پس شما مجبور نیستید که از کسی جبر و ستم کشید. عذاب و شکنجه شوهر، پدر، برادرانتان به آخر رسیدن. شما را تبریک میکنم. جناب شنیدم که ینگه بیمار است. گفتم به احوال پرسی بیایم. تشکر رئیس. احوال ینگه حنیفه چطور است جناب؟ از سرطان راه نجات نیست رئیس. با خدا حنیفه سفر دارد. یعنی با نزدیکی شما بیزن میمونید ها؟ چی شد جناب؟ ینگه رو فکر کردید؟ بله فکر کردم رئیس. شنیدم که خدیجه با خواهش خود با سینان با کوه برآمده است، اما نمیدانم برشین را دستگیر کرده باشند. باور کنید من شنیدم که هر دو دختر زیلال در دست سینان است.
جناب سبا. انتقامت رو میگیرم اپا، سینون رو میکشم. مردن نزدیک میشود. تا غروبی آفتاب کم مانده است. اگر آن یلمزی خواهی نآید سرد را بریده در بین دهن نپرتایم، نامم سینان نباشد. میدونم که چیزهای خوب نوشته اید آقای فؤاد، اما آخر من دوست داشته دارم. نفری که باید از دور دوستش دارم. شما راست میگید مادر جان. اگر برات بودنم رو فهمم. پسرم این کاری شوخی نیست. اگر برات بودنت رو فهمند حامید تو رو میکشد. بله میکشد. نمیفهمم پسرم. یکان کس نباید برات بودنت را فهمد. آخر این چطور میشود؟ ما با زینب خانه‌دار میشویم. یک عمر من این سیر رو پنهان کردن نمیتوانم. خانه‌دار نشم. با زینب خانه‌دار نشم. نه مادر، شما چی میگویید؟ من زینب رو دوست میدارم. غیر از این او بیماری سرطان است. اگر این خبر رو فهمد. چه خیلی که گفتم اکنون وقتی از عذاب پدر، شوهر، برادر رها یافتنتان رسیده است. برای زنها آزادی در کوه است. من شما را در نزد برآمدگاه دهه در خرابزارها انتظار می شوم. به خدا این زن راست میگوید. این را رشید برای من گرفته بود. این را به او ده. گوی که روکه مرد. روکه این دیگر نیست. روکه تو به کار میبروی؟ بله قزبان. به خدا این دختر حق است. جون قزبان چی حال داری قزبان؟ خوبی؟ من تو چی حال داری چوپان؟ خوبم بدم کارت نباشد. اما تو زیغ می نمایی. من این رو بردم براشی دیگه گوی که رو که با که بر اومد. نه خود قزبان. گفتم نشونیدی رو بکنو رو. اون زن خیلی خوب گپ زد. البته آزادی دیگر است. نه عذابی پدر نه جب شوهر. من شوهر ندارم اما مالش با کسی دختور با کسی فؤاد با من باشد اردای چوپانی. خدا جانی نوحقیستم. تو در اینجا چی میکنی؟ پدر چی شده است؟ چرا میگه؟ چی شده است؟ دیگه با مهمونا چی میخوریم؟ مهمونا رو با سرمون آوردی باز میگوریزی ها؟ خوراک تیار کن. کمی زود باش. تشکیلات حق است. زنها باید آزاد باشد. دیگر قزبان نیست. کنی ببینیم به من چکار نکنه پدر؟ اکا این چون است؟ کنشینید اکا با شما چی شد؟ این کار را کی کرد؟ سلاح داران کردن. اکا آن ظالمان از شما چی میخوان؟ پول خواستن پول.
وقتی که آیشه را به کو بردند با آنها مصلحت کرده بودم. به عوض آیشه به آنها پول میدهم. گوسفندها را برای همین فروخته دکان؟ بله، گوسفندها را برای همین فروختم. چشمی آنها سیر نمی شود حامد. آقی دکان چرا از اول نگفتید ها؟ البته یک اون نگاه رو میافتیم. یا خدایا این بیناموس ها را بینا. چی شد؟ دکن در کجاست؟ من اینجا نوشته مونده است. من با که برایم نوشته است. Yeter ağlattın beni. بیایید کنید دخترها، کنید هوا تاریک نشده برای بیایید دخترها. رفتیم ایستید من هم میروم. مرا انتظار شوید. با کجا میروی؟ ما کی میروم؟ تو در کوه طاقت کرده میتوانی؟ البته میتوانم مادامی که وی میشوم. چی؟ چی بود؟ آزاد میشوم. بله آزاد. من هم میروم. آخه آزاد میشوم. های رفتیم. دیلو در کجاست؟ یلماز هم نیست. اینها کجا شدند؟ شاید به خانه شدند. یلماز گریخت. چی؟ گریخت؟ دیلا با این احوالش به کجا می رود دخترم؟ نمیدونم خاله زیلو. من در اینجا نشسته بودم، او باشد در درون خواب بود. بعد دیدم که نیست، از تیرزه گریخته است. تمام دیه رو کوفتم نیفتم. به خدا به کوه بر آمده است. من الدو را گرفته از پسش می روم. دیگر علاج ندارم. پسرم بیهوده مبرایید. حاضر هوا تاریک می شود. او را نمیابید. برای چی فقط صدا میبرانی خزبان؟ آخه چی گویم؟ سنگو با پایم میخلند. این چیست؟ با کوه برای نمایش میبرایی؟ ما با تو لباسی نو میدهیم. رفته باز چی شد؟ از بالا پیم چیز بگذار. راه کرد. من از موش میترسم. کرده مرا. سر نمیدیم. یلماز هم خودش را نابود میکند همه را. داماد چی واقعی آقای حامد؟ اینجا بیا. من با تو گپ دارم. آقای حامد بیای در همین جا گفت. در اینجا نمیشود. به خانه بیا. چی شده است؟ چی میخواهی؟ نمیدونم. اگر با پسرم یکون چیز شود
دنیا را برایش تاریک می‌کنند. Young Entertainment باز قلب‌ها را با لرزه می‌دارد. اینا کنسرت با شرکت سراینده پر آوازه مشرق زمین ولی و بهرام غفوری، ولی با هدیه نوروزی در تاجیکستان، همچنین شبنم تاجیدین، مهیره طاهری، فریده بختیار، همصدا با ولی و بهرام. 21 مارس شهر دوشنبه بینوی سیرک ساعت 16، 22 مارس نویه حساب ساعت 14، 23 مارس شهر وحدت ساعت 14. ولی تنها برای یک روز در دوشنبه. خوش آمدید. کنی بیسرم المیدار. مرحمت مرحمت کنید. این دختر در کجا میگشته باشد؟ مرحمت قزمان در کجای قزمان؟ ای خدا در اونجا خوبش برده باشد. قزمان کی میداند در کجا میگردد؟ این چیست؟ این چی باشد؟ من در کوهم من آزادم. قزمان ای خدا چی کار کردی؟ سینا قماندان چه شده است؟ چی میخواهی؟ شد جمع شوید، همه جمع شوید. ایتین خوش آمدی. ایتین خوش باشی سینا. اینها آدمانی نومان هستند. ایتین آفرین. ایتین دستی خالی نامده ای. کنی گذر به این طرف گذر. تو هم گذر. آنها را جا بجا کنید. گذر تو هم گذر. ایستا من تو را میشناسم اما از کجا؟ دختری رئیسم. کدام رئیس؟ بگو تو دختر شهبازی؟ دختری شهبازم. خیلی خوب. گذر آنها را جای کنید. کاری خوبی کردی. آفرین. آها ما مردها در تو غذا میکشیم و اینها چی تفتاخت میگرده باشن. راست میفهمم. چی گپ است زینب؟ من هم نمیدونم. کنی بیایید در نزدم شینید. خوش آمدی داماد. خوش باشید ینگای گلی. شما گرسنه‌اید؟ خوراک بیارم. کمی دیرتر یک جای خوراک میخوریم. حاضر ما را تنها بذارید. مهلش آمید. بیا اسما. چی واقع شد پدر؟ تشکیلات برای آیشه از اکم پول میخواهد زینب. اگر پول را ندهد آیشه را به کوه میبرند. اکم پولی دیگر ندارد. من باشم فقط پولی توی شما را در دست دارم. یعنی گفتنی هم که توی شما را کمی دیرتر گذرانیم و این پولها را به اکم دهم. البته آقای حامد، البته میدیم. اشکال نیست. خودمون حل میکنیم. آخر توی کردنمون شرط نیست. بله پدر، توهی راست میگوید. توی کردنمون شرط نیست. چرا شرط نبوده است؟ چرا؟ آخر توی باید با آش نهار و بزم و بازیش باشد. من نمیخواهم که مردم گوید که بیشاگی ها دخترشان را اثر ساقط کرده گسل کردند. توی بی خراجات نمیشود. همین طور نیست؟
ایتین این یلمزی به ناموس نآمد. وقتی مژده‌ام به آخر رسید. شمشاد من خیلی گرسنه موندم. اکنون نوبت من است. ما رفته خوراکتان را خورید. روید. خیلی خوب. روید. با دقت باش. در کجاست؟ در کجاست؟ یلمزی به ناموس، یعنی فیلم با دست رسیدار. به اینجا خواهید. مژده در کجاست؟ مژده در کجاست؟ راگرد خواهید. راگرد جزایش رو بگیرم. نجم از جای نجم. این یلمز است. اکا یلمز. مژده در کجاست؟ نمیدونم. وقتی که من آمدم و الکی چطور نمیدونی؟ مژده در کجاست؟ مژده! برا! کنی برا! وگرنه یلمز را میکشم. گریز برفی! یلمز! زودتر برا! وگرنه اگر مرا نشونمی گریز برفین! گریز! اگر گریزی او را میکشم! ای سینان! تسلیم میشم. من در آنجاست. گیر. راگرد زودتر. کلمه دانو بی‌ناموسانی خواهین. چرا نگرفتی برفی؟ تو چرا آمدی یلمز؟ کنی گپ زنید. این صحبتی آخرینتان می شود و آخرین دیدارتان.
چی واقع شده است پسرم؟ آقای حامد میخواهد که تو رو دیرتر بزنم. برای چی؟ از جهت ماضی ترخیصی داشتم. خیر چیکار کنیم پسرم؟ خواست خدا همین بوده است. با فکرم شما خرسند شدید همینطور نه؟ پسرم مرا فقط در نزدم بودن فرزندانم خرسند میکند. کنی به دستشون تپاچه دید؟ کنی در هر دو تپانچه یک دانگی تیر است. اگر یگان به عقلی کنید اینها شما را نیست میکنند. تپانچه را به سوی همدیگر دارید. چی نشنیدید؟ نباشد ما میپرانیم. زودتر. ما نباید با دست حرامی آنها کشته شویم برفین. راست میگویی یلماز. خیلی هیجان آور است. تا 3 حساب میکنم. اگر قلنگ را زیر نکنید ما زیر میکنیم. 1 این صدای تلفن از کجا؟ کنیده؟ الو؟ الو منم رئیس سینا. چی میخواهی؟ این دختری من احمقی کرده با کوبر آمده است. با فکرم تو خبر داری ها؟ خبر دارم اما ما کسی را به اینجا به زوری نآورده ایم. سینا 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 قسمت تو چی کار کردی؟ 1 2 نترس برفی. گریستنم از ترس نیست. این از محبت به توست یلماز. اشتا سینا. آنها را نپران سینا. خوب شده از قماندان. کنی تپانچه ها را گیرید. خوش آمدید قماندان. خوش باشی سینا. شما هم خوش آمدید. خوش باشی سینان برادر. چونین هم شد سینا. یلماز را پیش از کشتن باید پرسش کنه. سراسیمه نشو. خوب شده است. مژده را باشد من میبرم. نه این چطور می شود؟ جنابی سبا به عوض مژده پول خوبی داده است سینا. مژده خواهین باید بمیرد. این امر از بالا است سینا. جنابی سبا مژده را چی کار میکنید؟ رفته با کجا؟ با کجا میبرید؟ با خونه میبرم. پگاه نکاح داریم. چی؟ همتان را با توی دعوت میکنم. رفته مژده. یا راکن راکن باره دورا دستم کنه سردیه دورا سوارشا برو سینانه سردیه بگیم میکوشم تو برفی
حالا ببینی دوستاشتن را میبرند. تو چه خیل مرد هستی ها؟ خواهین برفین yes آرام شو شد از من دور شو نزدیک نشو با من چون بیگونه رفتار نکن من شوهری تو میشوم فهمم؟ مرا که زدید جناب برفین؟ برفین است پگانی که داری زود تیاری را سر کنید فهمم؟ چرا راست استاده محمد زکا کنی از پایی کار را شو زودتر زودتر بهوده تیاری میبینی من ولی تو نمیشوم بهوده خودت را عذاب نده دیگر ایلاج نداری برفین من زنی تو نمیشوم گفتم میشوی خیلی هم زنی خوب میشوی خواهی نخواهی موری هم زنی مرد میشوی فهمیدی؟ خدایا روکینم رفت دخترکم رفت بس کن این طرف نکن خودت رو عذاب ندی دیلا لباش زودتر دور یارم کننده تیار خوب شده است آقای طاهر روکین چرا چنین کرده است نه خود با نفرانی همراه شده باشد که خواهرش را کشته رویش را دغدار کردند آنها در حالت ضعیفی به نزد آدمان آمده ارادهشان را میشکنند رئیس هم آمد عصبهایش خیلی خراب شده است قیزبان چرا چنین کرده است آقای شهباز دختری احمق با سفسطه‌هاشون باور کرده بکو برآمده رفته است قیزبان دختری ساده است در کوه به سرش هر بلا آمدنش ممکن میفهمید این خله و احمق و دهانت نگاه کرده کمسن آدم خود یک مشت آبشار میخوری حمیدی او را دید چی میگوید التماس او را شنیدی آرام شوید من میروم من رفت دخترم را نجات بدهم نجات بدهم خودتون را به دست گیرید اگر این طور کنید کسی به قیزبان کمک کرده نمیتواند دکتر آخر قیزبان نباشد دخترم نباشد من چی کار میکنم چی کاری کرده خدایا کمکم کن قسمتم را به دست این ناکسان نسپار مرا با برفینم یک جا کن خدا جان انا همین طور تیردان میبراید بعد تیرهایش را پر کردم و جایش میگذاره فهمیدید؟ قیزبان و کجا؟ خودش چی دار؟ گذر و کجا؟ به اسیرم میبرم ممکن نیست سینام قماندان اجازه نمیده خود سینام قماندان؟ خیر یک کلیستو؟ اگه هیلمز قسمان تو در اینجا چیکار میکنی؟ زود به ده برگرد به خونتان رو این مونید این گفت رو؟ نه باید دارم فیرت دادم به شما آب آورده نوشید آب را یک رحمان به من بشکن به من کمک کن مرا خلاص کن قسمان آخر از دست من چی می آید؟ بند را گشایی بس است قسمان تو کمردنی مرا نمیخوایی
نه به خدا شما هم هم هستید. دیلم میسوزد. این طور باشد بند را گشا. قزبان تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ چیز چیکار میکنی؟ من فقط آب آوردم. خلاب ابله بند را گشاده است سینا. صبر کن ایتن. این خواهین تو را فریب داد. فریب داد. برا بیرون برا در بیرون انتظار شو. بیهوده کوشش نکن فهما و من گربله. از من گریخته نمیتوانی فهما نمیتوانی. ایتن دستان او را بند سخت بند. خزد همه تان از پاچی کارتان شده. خزد زودتر از پای کارتان شده. قزبان مگر برای تو برای جنگاور این کار میسیبد؟ چرا به یلمز کمک کردی ها؟ چرا؟ سرت را بردار با من گوش کن و گپ یلمز برای خواهینا فریفته نشو. تشکیلات خانه ای توست. تشکیلات را محافظت کن. من میدونم که تو جنگاوری خوبی میشوی. راست میگویید؟ البته راست میگویم. تو خیلی دختری قابلیت ناک هستی. قابلیتش چی؟ یعنی تو قهرمان میشوی. نامت در جهان میماند. قزبان قهرمان. آفرین. سینان قماندان گفته باشد پس راست است. من قهرمان میشوم. مان این را راست مان. آقای دکتر چی واقع محمد؟ من خاله زیلان رو میکوبم. او در خونهش نبود. او در همین جا نیست آقای دکتر. بله محمد در همین جایم. در همین جایم محمد. بخیر است؟ خاله پدرم گفتن که جنابی سبا برفین را از تشکیلات گرفته در خونهش محکم کرده است. چی؟ بگاه او را نکاح کردن میگرفته است. تو چی ها میگویی محمد؟ برفین را نکاح میکند؟ من دخترم را با اون خواهیم نمیدهم. استید خاله زیلان آرام شوید. من آرام شده نمیتوانم پسرم. خانه هم ویران شد. استید همراه میرویم. به این هم باید اپای حنیفه رو خبر گیرم. با جنابی سبا باشد خودم را میزنم. زیکا خبر فرستاده است. سبا برفین را از تشکیلات گرفته با او خانه دار شدن میخواهم. نخود یلمز چی؟ از او یگون خبری هست؟ نمیدونم. تنها برفین در دهی ماست. بیا رفتیم پسرم. حاضر جزدانم را گیرم. تو الدار جیزم خاله امینه رو به خونه شد. خوب شده سوگوی تو. آقای طاهر التماس از یلمز یگان خبری بیارید. کوشش میکنم دیلا. خدایا یلمز رو در پناهت نگه دار. گوش کن سردارانی دهها های همسایه را جغ میزنی. باید توی را چنان گذرونیم که به جنابی سبا ارزنده باشد. فهمو؟ نزدیکتر بیا. توی را باید خیلی خوب تشکیل کنیم تا برفین هم راضی شود. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. جناب البته خودتون بهتر میدانید من حقوقی گپ زدنم ندارم. شف نگفته شفتالو گوی. زودتر. ینگه حنیفه بیمارم چه توی میکنی؟ با کارهای من بینی نخلان. فهمیدی؟ اگر من خواسته باشم حنیفه چی کار کرده میتواند؟ ها؟ چی پیشی را همراه بگیرم؟ جناب چه بگویی؟ آقای دکتر آمده است. مادر جان با من وعده دهید که آرام میشوید. فراموش نکنید که برفین در دستی اوست. همش رو او حل میکند. آرامانه همش رو میفهمونیم. مایلش سخنی خوشمون را از خانش میبرارم گفتم.
یکی او از آن مرغ نیست پسرم. مجبوری مادر جان. جناب شما را انتظار است آقای دکتر. خوش آمدید دکتر. خوش باشید جناب سبا، خوش باشید. کنی زکا از پسی کارت خوب شده است. رو زکا. دکتر گذارشید بذار. شنید خاله زیلال، برای خبرگیری ابای حنیفه آمدم. زلال را دیده مقصد آمدناتان را فهمیدم دکتر. جناب سبا، این راست است که؟ راست است. با برفین خانه دار می شوم دکتر. سبا این کار رو نکنید. برفین به شما موافق نیست. من قرارم را برآوردم. برفین زنی من می شود. جناب آخر شما صاحب عائله هستید. برفین باشد جوان، از این کار دست کشید و جوان مردی نشان داده او را جواب دهید. زن تو چه ها میگویی؟ جوان مردی از این هم زیاد می شود مگر؟ دخترت را از دم مرگ نجات دادم، باز چی میخواهی؟ دخترت میمور چی؟ دکتر با او فهمان مگر زنی جنابی سبا شود خوب نیست؟ گوش کن، من گپم را گفتم، فهمیدی؟ اگر ناراضی باشی انا در میتوانی روی. دخترم را دیدن میخواهم جناب سبا. انا دخترت بین. مادر جان، دخترک مادر جان. مادر جان مرا خلاص کنید، مرا خلاص کنید التماس مادر جان. من جواب زورم نمیرسد، علاج ندارم دخترم. من چی کار کنم مادر جان؟ میمیرم و زنی سبا نمیشم. برفین ناامید نشو، برای تو رو گریزاندن یکان چاره میابیم. برفین خدیجه چه حال دارد دخترم؟ چرا خاموشی دخترم؟ یا با خدیجه یگان واقع شده است؟ بجای بام نیگرید مادر جون. این از خدیجه. اپام را کشتن مادر جون. تو چه ها میگویی برفین؟ نه ممکن نیست. برفین تو باوری داری؟ سینان او را کشت. خدیجه مرده است. دخترم مرده است. خدیجه مادر جون در این بدبخت مادر جون دخترم خدیجه خدیجه و راست دست دادم، راست دست نمیدیم، راست دست نمیدیم. خالای زیلال خالای زیلال اشتدارم شاید بس کنید آخه شما چیکار میکنید؟ خالای زیلال تو چیکار میکنی؟ نزدیک نشوی. چیکار میکنی؟ را بدو نمیدیم سبا. دیوانا شده مگر؟
نزدیک نشوید که میکشم. خانم مادر جون بابا نزدیک نشوید. خب سلام رفتیم خیلی رفتیم. مادر جان مرا تنها نگذارید. مادر کمت رو گیر. خدایا توبه. دخترم را به تو نمیدیم سبا، نمیدیم. مادرشون آرام شوید. یکون علاج است. این که مونا را زین چون دست کنه اگر نمیکشم. دخترم را از دستت نگیرم. خانه زیبا برسید. از برای دخترم را نگیرد مرا کشد. بهترش مرا کشد و دخترم را نگیرد زکو. خانه زیبا احوالشون خوب نیست. میدونم به خودتون مایش برسنم. رفتیم. هیچ چیز نمیخواهم. دفع شوید. اپای حنیفه، اپا جون مرا ببخشید. نان و نمک شما رو بسیار خوردم. به خدا من زن شوهرتون شدن نمیخواهم. یکم چیز خور خودت رو بیمار میکنی. اپا جون مرا نجودید. به خدا من راضی نیستم. میدونم برفین، همش رو میدونم. تو گناه نداری. همش کاری سبا است. چه علاج؟ خدا مددگارت. اپای حنیفه شما با شوهرتون گپ زنید. مرا رها کند. من زن او شده نمیتوانم. التماس شما هم با او گویید. گفتم آخر در نزد وی مثل سگ هم قدری ندارم. آخر آن ظالم گپ رو نمیفهمد. چی میخوای عریفان؟ با شما گپ داشتم جناب. گپ زنه نیفه. من نمرده مرا به قبر گذاشته، لیکن این دختر رو بدبخت نکنید. این کار با زوری نمی شود جناب. ماند رود. ای زن، تو چرا بینیت رو میخلونی ها؟ زنی خوب میشود یا نمیشود کارت نباشد. با کاری من دخالت نکن. کاری خودت رو کن. دفشم. اگر روزی توی گریزد آبرویتان دو تنگه می شود. دمت را گیر. پولهای برای زینب جمع کردم همین قدر است که نمیدانم با اینها کار شما حل می شود یا نه. می شود حمید، می شود. حساب میکرده دکا؟ آجل به حساب کردن نیست. تو خودت خرزم رو در خاطرت نگاه دار. پول رو دادید پدر جان؟ دادم دخترم. انشالله پولی توی شما را جمع کرده تویتون را میگذارم دخترم. هیچ گپ نی پدر جان. شما زیخ نشوید. اما کم از این بلای تشکیلات خلاص شوند بس است. دختره که دل صافم. کنی زن برابر شوید. کنی یک بار دیگه. دستت را خط نکن. راست ما راست شوید. صفا را راست کنی کنید. دادا دست ها به پایان. براش کرد. بنی شاگیر براش کرد. همین طرف براش قیزما خوابا نبرد. بنگاه صبح خور برابر شده؟ نه همین خیلی است. برابر شو. ها
بجایت گذار خیزبان، بجایت گذار. خوب شد است کماندو. بچاب کرد. بچاب کرد. این خیل نمی شود. برابر شود. او اینجا را به سیب تبدیل می دهد. بچاب کرد. ای خدا سرم تو بچاب کرد. خیزبان بجایت گذار. خوب شد است کماندو. سینا کماندان، رئیس دهه او بیکلان آمده است. من بیاید تو بجایت رو. خوب شد است. بچاب کرد. مشق کنید. بچاب کرد. بخیر است رئیس. چرا آمدی؟ سینان قربانت شوم. سینان برای چی اومدن رو میدونی؟ دخترم رو به من برگردان. ما دخترت را با زوری نآوردیم رئیس. گوش کن سینان التماس. آخر اون شکارها رو نمیدونن. اون ساده است و از کجا میدونن یراق رو؟ دخترت رو نمیدونی شهباز. دخترت با خواهشی خودش آمد. ایتین رفته قزبان را جیغ زن زودتر. تشکر سینان، سلامت باشید. تشکر. اگر خواهی از خودش پرس. اگر راضی کرده توانی میتوانی او ببری، اما اگر راضی کرده نتوانی دیگر به چشمان ننما. میلش سلامت باشید سینان کماندان. این رو بینا حاضر میبینه چطور مرا دیده غصه میشود. کنی بیا به اینجا بیا. کنی بیا های دختر به اینجا بیا. تو در اینجا کار میکنی؟ در چی کار میکنی؟ کنی گمزن چی کار میکنی؟ پدر در با من کسی داد نمیزند. اگر بدون نشان بگم کنی پیش درم. دختری احمق خدا کی گمان کردی؟ یک سواد نمیروم. شما ما رو بی سواد میبرید، اما اینها با من سلاح دادن. کنی راگین من اکنون جنگاور شدم. جای من اینجاست. شد قزبان شد. قزبان مرا دیوانه نکن. ایز شهباز ایز. گپ او را شنیدی. شد قزبان. آفرین. و جای قزبان رو مشخد را دوام ده. قزبان سینان التماس قربانت شوم. آخر این دختر کمی بی عقلی کرده است. چندین سال میشود که خدمتی تشکیلات را میکنم. دخترم را سرده. سینان التماس او را با خود برم. مرا گوش کن. جوابی دخترت را شنیدی. از بین اینقدر آدم برای خاطری تو شده من دخترت را رها کردن نمیتوانم. سالهاست با تشکیلات خدمت کرده. دختران ده را به کوب میفرستاد. دختری خودت که آمد جانت برآمد. دختری تو عزیز بود است و از دیگران نه. این حقی نیست مگر شهباز. کنی زود از اینجا رو، وگرنه دختر را با اون دنیا میفرستم. رو دفشو من همینجا را. قربانت شوم. خدایا به من کمک کن. نه خود خدیجه مرده باشد، نه خود او رو دیگر نبینم. بس کن زیلا، گریه نکن. آخر بیمار نشوی. اما گیزیکو مرا کمی تنها میگذار. البته پسرم، البته. پسرم، فکر کردم که همتون را یافتم. خدیجه هم رفت. او برات بودنی تو را میدونید. میخواست رو با آغوش گیرد، نشد. با حسرت رفت. شاید مرده باشد. مگر اون ظالمان او رو زنده میمونن. بین انا این اساست. آخر او سینان است. از او همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. خدا جزای سینان و هم یراقانش را دهد. بسری مردم همچون ابر سیاه آمده اند. پسرم، بعد از خدیجه هم باز این بلایی بسری برفین آمده را بی. قربانت شوم او را نجات ده.
بیچاره حالش خوب نیست. او رو تنها نگذاریم. مایلش مادر جان. خدا دختر زیلا را رها کند. احوالش بد است. من چطور به تویشون تیاری بینم؟ برای بختین را گریزان دادم به من کمک کنید. اما کسی که چی ها میگویی؟ به خدا هم من به هم تو را آن ظالم میکشد. بهترش پسرم ما دخالت نکنیم. اما کسی که من همین خود نشسته نمیتوانم. وای 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 وای. چرا از من میترسی؟ من جونت رو رها کردم. من میخوام که تو زنی من شوی. هر چی که گویی با تو مهیا میکنم. مثل ملکه زندگی میکنی. بله مثل ملکه. میمیرم زنی تو نمیشوم. بیادبی نکن دختر. مرا مجبور نکن. من علاقه تیار رو سر کردم. بهوده تیاری میبینی. میمیرم زنی تو نمیشوم گفتم. و برون برا. یه باد در رو هم باش. گوش کن برفین. زن جناب میشوی. مثل ملکه زندگی میکنی. باز یگان بیعقلی کرده مرا شرمنده نکنی. با خدا قسم هر چی که خواهی اجرا میکنم. من زنی تو نمیشوم میگویم. تو نمیفهمی. من یولمز را دوست ندارم. به من گوش کن دخترکی احمق. دو راه داری. یا زنی من میشوی یا تو را به تشکیلات میدیم تا که تو را با یولمز شن نیست کنم. فهمو؟ اکنون نوبدار قزبان است. خوب شد از خماندان. قزبان چشمانت را از او نکن. خواتی نشوید کماندان. قزبان چی میخواهی؟ اینجا بیا. غیر از تو نوبدار دیگری نیست؟ نه نیست. بسیار خوب. بیا با من کمک کن. من را رها کن. اکنون جنگاورم. به تو کمک نمیکنم. قزبان با تو چی شد؟ هیچ چیز نشده است. من جنگاورم. مرا فیل دادا نمیتوانی یولمز. دیگر به تو کمک نمیکنم. چه شد قزبان؟ این خائن از تو چی میخواهد؟ گریختن میخواهد نو قماندان. با دقت باش. کن یک کوشش کند او را میکشم. آفرین قزبان قهرمان. رو. بیهوده کوشش نکن. گریختن نمیتوانی. دلم به تو میسوزد. تو در اینجا میموری اما در ده توی است. مژده به شوهر میبراید. چه مرگ علام آور. وای وای وای. برفین زنی تبا نمیشود. میموند و نمیشود. یک شهر دارم. یولمز را نجده و زنده بودنش را با من خبر ده. مایلش گفتم میشود برفین.
مقبلی تو میشوم چیزی که گویی اجرا میکنم فقط یلمز نمیرم میلش تو خاطر نشو خاطر نشو پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.